خوش آمد از سمت راست رو. اولش خیلی برات سخته. این بره برای من، این از این بر میرن، این برات خالی. اصولا که ما سمت راست منتظر نمیشیم، اونجا باید سمت راست منتظر بشیم. فلکه ها کلا برعکس ماست. یا اول من چیز بودم، منتظر میشدم یه ماشین بیاد رد بشه من متوجه بشم که کجا باید برم. چهارراهاش هم خیلی باحاله. مثلا چهارراه که اینجوری میری، بعد به جای اینکه مثلا همیشه عادت داریم این لاین بریم، اونجا نباید بری، این ور باید بری. این پلاک سفیده، این یعنی لوکاله. پلاک اینا اون قرمزا، اونا یعنی کرایه‌ان. حالا همه میدونه ماشین من کرایه است، من لوکال نیستم. درنچه خیلی با احتیاط با ما رفتار میکنن، میترسن چون از ما، از رانندگی ما میترسن، چون حقم دارن. یعنی خیلی سخته. یهو مثلا داری میری، یهو میبینی شاخ به شاخ شدی با یکی، ولی خیلی تجربه باحال.